به نظر میرسه اصلا قرار بر مذاکره بین ایران و آمریکا از اول نبوده. 90 دقیقه پوتین و ترامپ با هم صحبت کرده بودن، این مسئله حل شده بوده اونجا. بعد در سطح وزرای امور خارجه در عربستان جزئیاتش بررسی میشه و بعد از اون لاواروف وارد ایران میشه و میگه شما اصلا صحبت نکنید، ایران مشکل منه. یعنی پوتین گفته مشکل منه، من خودم حلش میکنم، شما اصلا دخالت نمیتونید داشته باشید. و بعد از اونه که ظریف استعفا میده از اون ور و پزشکیان که تنها میمونه، چون دیگه اصلا لزومی نداشته، دیگه دستور از بالا اومده. و حالا پوتین آس اصلی رو میکنه و ترامپ بهش میگه که خب مشکل ایران رو چیکار کنیم؟ میدونی که اینا دیگه بازنشسته شدن و باید بذاریمشون کنار. تفلک‌ها رو میگه آره خب من خودم این کارو میکنم. ترامپ میگه نه تو نمیتونی اصلا، تو مشکل اوکراین رو داری، اوکراین زمیناش مرخوبه فلانه، باید بری اونجا کار کنی، تو داری جنگ میکنی اصلا نمیرسی، این کار رو با ما واگذار کن، ما خودمون شو آوردیم و اینا رو آوردیم، حالا میبریم و دوباره یه نفر دیگر رو میاریم میذاریم بالا سرشون. اگه این دست اون دست کنیم یه دموکراسی اینجا مردم شلوغ میکنن و ایران از دست هممون خارج میشه و هممون با هم میبازیم. و پوتین هم سرشو در حالت رضایت چشماشو به زمین میندازه و نگاه میکنه، چون کاری نمیتونه بکنه، میدونه نه مشغولیت های خودشو داره. و هر حال اینه، سیاست همینه.